سلام دوستان، خوش اومدیم این ویدیو. اینجا کانال کیلایت با من بینم و بینم مستر امتیه. اومدیم با یه بازی تو. خوش اومدیم به این ویدیو با بازی That's Not My Name، یعنی این همسایه من نیست. یه بازی که نسبتا ترسناکه و اینکه چند تا پارت تقدیمتون میکنه و بازی هم خیلی چالشیه. بعد دقت و اینا باید داشته باشی، مثل بازی اکزیتیت که همینجوری باید گوشمون رو چیز کنیم. آره بریم واسه بازی. بریم واسه بازی. لایک کامنت سابسکرایبتون نره. خوب دوستان، اومدیم داخل لابی بازی. این الان یه آدم میخوام یه برامون توضیح بده. خب چی که میزنیم؟ پلی رو میزنیم. بله. خب دوستان، اینجا که میبینید ما الان تازه میخوایم یادش بگیریم دی. من به صورت خلاصه بهتون توضیح میدم همینجوری. یه چند تا حالا یه موجوداتی هستن، خب خودشون رو جای یه دونه چیز چی میکنن، جای آدما جا میزنن که بیان داخل یه نمیدونم شرکت، هتل، میمونه کجاست، میخوام بیان این آدما رو بکشن. بعد اینا این مدرک و این آدما مدرک و شواهدی دارن که از شرکت دی و مدرک و مهر و اینا، ما با همه چیز رو بازرسی کنیم بدیم بره. خب بعد اینا مودای دیگه شه. اینا الان ما مود داریم یاد بگیریم. پسر مرده میخوام یا توضیح بدم این چیزایی که من گفتم اونا رو میخواد بگه. بعد میگه چیکار کنیم اگه اونا دیدین، چیکار کنیم، چرا مثلا اونا چی میشه. مثلا بعضی موقع شکلاشون عوض میشه، بعضی موقع اطلاعاتشون عوض میشه. ما باید تا آدرس خونه‌شو تا زنگ خونه‌شون هم باید بزنیم. بریم واسه بازی. بریم الان چجوریه پلی رو بزنیم. چهار شبکه سه قدیمی ها بود. اوه چی شد؟ این فایل دیگه. این داره توضیح میده. اوه Hello, if you are watching this short film. آنها خود توضیح دیگه. میگه your job is to این میگه شغل ما اینه. خب میگه تو باید همین با اینا حرف و اینا بزنی. خب میگه میگه اینا شکلاشو فرق میکنه. خب برو میگه اینا نباید بذاری تو آنگاه اون چیزی که هتل تقریبا. آره میگه نباید بذاری، اگه برن میکشن آدمانو. این کسی که قبل ما تو این شرکت کار میکرده و بهترین کارمند این شرکت شده، اسمش چی وزدی رفت؟ اینا نه هنریه، اسمش هنریه. بات بدر، اون یعنی اون بهترین. اون گفته الان بازنشسته شده، ما اومدیم جاش. لودینگ بشه. خب الان به چیکار کنیم؟ الان اون اینا ویلکام اند چیزه. خب بکار جایت خوش آمدید. میگه این شورت ویدیویی که دیدین و من بودم و اینا الان توضیح کامل تر بودیم. خب این رد کن first رد کن inside the folder you have all the info. خب رد کن. اینو ببینیم. این تمام کسایی هستن که تو این ساختمون هستن. بزن نگاه، این طبقه 1 F1 F2 F3. خب اتاق چیز داره شماره 1 2 3 4. اینا اون مهر، اینم چه CVDDه، چیز DDDه. بزن بره. خب شوری بزنم بره. نه بکششون بر. بکششون بر. The next you need to check. خب یه بعدش باید چک کنی که تو دیلیای روزانه هستن یا نه. خب اونو بزن. الان کسایی که میخوان روزانه میخوان بیان اینجا رو تو این هست، تو این نشون میده کی آمدن. اگر کسایی نبودن که تو این چیز نبودن، انسان میتونن باشن نمیتونن باشن، باید زنگ خونه شونو بزنی که کار ضروری داشتن اومدن بیرون، اونا رو زنگ خونه شونو بزنی. اگه اوکی بود میذارم بریم. خب اگه کسی غیر انسان وارد شه چی میشه؟ دیگه امتیاز نمیگیره. حالا برو بعدا میبینی. خب الان اینجا نشون بره. اوکی بلا گفت چیه دیگه. برو نگاه
این کارت شناساییشونه، آدرس دی داره، اینم لوگوی دیه، باید ده این شمارهشه، اسم و فامیلیش و اینا. خب بزن این چه روزانشه؟ الان نیمشون اونجا می-نویسه، لست نیمشون می-نویسه، آپریمنت نیمرش هم می-نویسه. باید حتما این دوتا رو داشته باشه. آره بزن خب تلفنم یه بزن. الان میگه چیکار این تلفن از این سبک قدیم، یعنی مثلا کار امرجنسی داشتن رفتن بیرون الان میخوام بیان، باید زنگ خونه‌شون بزنیم. خب الان این به سبک قدیمی ولی با شماره کیبورد هم نمیشه. گالا ولش کن. یک دو بیار. دو رو میاریم. اینجوریه. سه رو میاریم. ولش کن. خب هنگ آب که شد دیگه اوکی میذاریم. از میخوای از اون انمیا یا چیزا رو سوال کنی. مثلا اگر کارت شناسایی نیاورده باشن اینا میده یه لحظه وایسا اینو میزنی. خب کارت شناسایی نداشتن، کارت شناسایی یه چیزی داشتن از اون یکی کارتی که حتما و مورد چی باشه اون نداشتن، اونو سوال میکنی. اگر تو دیلی نبودن تو دیلی رو سوال میکنی که چرا مثلا تو این فهرست دیلی من نیستی، فهرست روزانه من نیستی. و قیافش هم میتونه ازش مثلا میگه چرا قیافت اینجوریه. الان همه چیش اوکی بود تیک میزنی. اگر چیزای بعدش اوکی بود مثلا بده اینا، مثلا کارت نداشت یا اون کارتی که باید حتما چی باشه نداشت، اپیرینزش اوکی مثلا باشه اینا اونجوریه. حالا ما همه چیش اوکی میزنیم بعد حالا میگه حالا بفرستیمش داخل یا نه. خب حالا ما میفرستیم. حالا همین چه نباشه آدم فضایی اگر این نه اگر اون انمی بود باید این دنجه رو بزنیم که ببینید چی میشه. الان بزن حالا بهمون دادن دیگه. الان جا بمونه کارمون داد. الان برو اونو رو میزنیم اسکیپ. خب روز اول کاری خب نیو کمپیج و استارت اولین روز کاری چی؟ امید سودی خوب. الان اینا خب این چی میگه؟ این خبرنگار الان میگه این مرد گم شده. اینا توضیحاتی هست که حالا ما بلد نیستیم ترجمه کنیم ولی هر روزش یه اتفاق میفته این میاره. حالا اینو بزن ببینش. خب این زمین این به نظر میاد ایلا گود افترنون. الان نگاه کنید این کارتش آورده درست؟ اوکیه. کارتش اوکیه؟ نه این الان نه اشتباه کرد. خب نگاه بزن رو دیتا بکششون. گفته برو نه اول بیا بیرون اینجا. ازش سوال کن. بزن رو خود دماغش. نمیشه. باید اول اینجا نگاه بکنی. خب یا بیسی بینم طبقه دو طبقه دو الانی؟ نه برو. خب طبقه دو بزن. طبقه دو طبقه سه اینا هاش 50 باید صف 56 80 رفتلی کمپویکتی نمیدونم چی سازمان دیه. خب به این شماره هاشو درست بخون بدیم. خب درسته همه چی. خب حالا بزن بره. خب اینو الان میزنیم بره. اینم بزن بره. خب حالا ازش سوال کن. خب اونا اینترستیشن. خب یعنی چه الان؟ اون کار اون چیه که گفتم تو با اون مهر اون چیه داشته باشه. بزن.
نمیشه ساری یادم رفت اینو بدونه الان داد حالا بزن دوباره برو تو توی ای اول باید میپرسیدم خب آقا میبینی که مهر اونم داره الان F3 طبقه 3 واحد 4 که زدیم حالا چیاش بخون از اینجا بخون درست نه خب هم میرسونه اوکیه خب درسته خب اوکیه خب حالا ببین برو ببین تو دیلی لیست هست خب اینه آره هست خط بزن چرا خط بزنم؟ خط بزن رو عکسش نمیشه خب حالا رو دیلی عکسش نمیشه خب آقا ما میگیم که این حالا قیافه های ظاهری شده قیافش با عکسش اوکیش کن اوکی خب اوکی نه مثلا میگیم یکی از گوشوارهاش نیست گوشش بالا پایینه نیست خب اوکی خب یه زنگ خونه شون هم بزن رو دیتا اینه بپرسندش؟ نه ها اپیل اینه بپرسند تودیز لیست هستش حالا خب اونو دیتا بیار این همینه دیگه خب نمیخواد زنگ خونشون بزنیم دیگه نمیخواد زنگ بزنیم 4258 بیار 42 58 هنگا ولش کن اینو میفرستیم من باید همین مشکلی ها میرسم دیان داره اشتباه میزنی 42 58 خب سب کسی جواب نداد یعنی اوکی hello this is Earl what do you need right دومی رو فرس no there اوکی خب هنگاب بزن اوکی بفرستش بره برو تو این همش تیک بزن درست همین آدم بود؟ آره اون چیزشو بزن ببین خط میخوره تو دیزلی باید خط بخوره که خط نخوره ولی آخرش هم خط میخوره خب وایسا برو ببینم تو دیزلیست هست تو دیلیست اول نگاه بکنم تو دیلیست این آره همینه به قیافش با خودش اوکیه بزن تو دیزلیست بزن بره خودش ویسه خب اوکی تا اینجا نه سب کن یا ویسه بزنیم اینم تو طبقه دوم واحد 2 اینا لست نیمش درسته شماره خب درسته بیا بیرون از اونم بیا بیرون ازش سوال پرسیم نه از اینجا نه از خوده بزن رو دماغش چیز اینا با ایندنیشن کارت آره نوشته شرمند اینا خب بزن ببین با چش درسته با دیزش 45 69 8 55 12 اوکیه خب الان هیچ سال نمیخوره الان برو تو دیلیست به خط میخوره خط نمیخوره نه خب زنگ خونشو بزنیم نه نمیخواد اوکیه همه چی شد دیگه قیافه هاشون بفرستش بره پرفکت اگه هیده باشن شوری میشه قیافش میخوره که نه یعنی کلاه نداره ولی بعضی موقع میشه کلاه نداشته باشن بره اینا تو اینم کلاه نداره به نظر من نفرستیمش سب بیا بیرون یه دونه دیگه بزن بیا بیرون کامل بپرس ازش بپرس این میگه تو خونمونه یادش رفته پس این میخوره که بهش چی باشه خب بزنم آره نه این نه پایینیشو بزن این تو کوریسه یکیه این اوکیه ظاهریش هم اوکیه خب نه فعلا نزن برو بزن بره اینا
برو تو دیت اونم بزن برو پیداش کن اینو دقیقه چند بود این نزده 3 4 بزن 2 56 5 2 0 38 98 اسمش آندراس کیپریانینی. حالا خب درسته. بیا یه زنگ خونهشون بزن. بیار اونو 55 13 درسته. پس بفرستش. برسم بیرون تو دیز لیست نه بفرستش داخل. فقط کارت نداره. اینم بزن بفرستش تو دیگه. موسیقی درستشه. پرفکت. ایشو چی میشد؟ واو اوه سب کن این فرسته فرش چی میشد؟ میباختیم. خب نمیشه کارت اوکی شده تو رو کارت ادامه میدیم. گود افترنون. خب این تو دیز لیست که نیست ازش بپرس. این کارت همه چی داره؟ کارت همه چی داره ازش بپرس. نه اونا نگاه تو دیز لیست سومی. not work emergency. میگه کار اورژانسی داشتم. خب درست کنم این چی شد؟ دیتا اونو بیارم طبقه 3 واحد 1 اسماشون بعضی موقع میا استون اوکیه. خب این کارتش بیار 78 95 64 52 5 یه زنگ خونه شون هم بزنیم 14 25 Hello, this is Mia. Oh, Mia, what do you need? اون یکی سومی بزن. دومی. یه بار دیگه الان این بفرستیم شکل حسی بریم میشه؟ چیزی نمیشه. نه بذار چی بشه؟ هیچ نمیشه. حالا بفرستش. بفرست آخر؟ بفرست همین چیش درست. فقط تو دیز لیست نه آخری خط بزن نو. زنگ زدیم چیز کسی برداشت. بزن این قضیه این چیه. نزن بره این میگه میای یه سوالای چرت و پرت ازت میپرسه من جواب بدی هم هیچ چیز گیرت نمیاد. پس چی الکی میدونی سوزن بره چی کار کنیم پارت بعدی شده میگفت اشارات خب تمام شد. گند زدیم 30 گرفتیم. بشه دوپلگنگر فکر کنم یه بار فرستادیم داخل. دوپلگنگر چیه؟ نیبرز 4 بارم فکر کنم چی کردیم. بذار گیم دوستان اینم از این قسمت. پارتای بعدیشو براتون زودتر میذاریم. فقط لایک کامنت حساب سابسکرایب یادتون نره. ویدیو بعدی خداحافظ.